انگیزه خیلی چیز خوبیه ولی چیز همیشگی نیست. کی انگیزه میگیری؟ وقتی مثلا رفتی مهمونی، وسط مهمونی اینجوری که او فاک الان من باید برم یه ماراتون، الان باید برم این کوهو برم بالا، الان باید برم فلان کارو بکنم. انگیزه چیز بدی نیست ولی نمیتونی واسه موفقیت روش حساب بکنی. یه چیزی هست که میتونی روش حساب بکنی، اونم دیسیپلینه. خب فرق دیسیپلین با انگیزه چیه؟ این دوتا معمولا با همه اشتباه گرفته میشن. دیسیپلین وقتیه که نمیخوای کاری انجام بدی ولی انجام میدیش. انگیزه یعنی میخوای یه کاری انجام بدی و انجام میدی. یعنی مثلا آقا من انگیزم اینه که مثلا امروز انگیزه اینو دارم که برم ساحل 100 کیلومتر شبیه دیوید گاگینز یه ماراتون برم. ولی خب دیسیپلین چیه؟ دیسیپلین یعنی این که آقا من یه برنامه دارم، طبق اون هر روز این کیلومتر، مثلا هر روز 5 کیلومتر میدونم این 5 کیلومتره که هر روز انجام میشه به مرور زمان از اون 100 کیلومتری که توی یه روز با انگیزه انجام میشه بهتره. چرا؟ ناکن دیسیپلین یک چیزیه که ما تو زندگی روزمره خیلی ازش استفاده نمیکنیم. اراده خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه آدم چاقو ببین، مثلا یه آدم چاق همیشه فست فود میخوره، ورزش نمیکنه، رژیمش تخمیه، خوابش افتضاحه. این آدما مغزشون کوچیکتره، جدی. یه پروفسور هست توی دانشگاه استنفورد آمریکا، اگه اشتباه نکنم آمریکا، اندرو هیورمن، یه عصب شناس خیلی ماهره، پادکست های خیلی خفن میذاره، پادکستش واقعا عالیه، خیلی هم آموزنده است. یه بخشی از مغز هست که وقتی تو یه کاری که نمیخوای رو انجام میدی، اون بخش مغز بزرگتر میشه. یعنی چی؟ یعنی سایز اون قسمت با اراده تو رابطه مستقیم داره. صبح ساعت 6 مثلا من میخواستم بیدارشم، البته هر روز همینم، ولی خب ساعت 6 میخواستم از خواب بیدارشم و اینجوری بودم که داداش ولش کن ناموسن امروز رو بیخیال دیگه، امتحانا نزدیکیه و یکم بیشتر بخوابم ذهنم آماده تر بشه. ولی با این حال پا شدم. چرا؟ چون به این باور رسیدم که حتی تو اگه کاری نداشته باشی، حتی اگه مثلا صبح پاشی بیکارم اگه باشی، دیسیپلین رو اگه حفظ کنی، بقیه کارا خود به خود واسه راحت میشه. میدونی من کسی بودم که درس خوندن واسم خیلی سخت بود اصلا. یعنی روزی بگم 10 دقیقه نمیخونم، واقعا 10 دقیقه نمیخونم. الان روزی 6 7 ساعت 8 ساعت راحت. چرا؟ چون به این باور رسیدم که واسه رسیدن به اون هدف دیسیپلین لازمه. نه اینکه بیام مثلا تو طول سال روزانه مثلا یه رو بخونم درس، بعد مثلا یه روز 10 ساعت بخونم. خب این هیچ تأثیری نداره. تأثیر داره ولی اصلا خیلی کمه. دیسیپلین داشتن اینه که تو مستمر یه کاری انجام بدی. یعنی مثلا تو طول یه هفته هر روز 1 ساعت اگه بخونی، بهتر از اینه که مثلا یه روز بیای 5 ساعت بخونی بعد مثلا بقیه روزایی چی نخونی. خب خیلی بهتره. دیسیپلین داشتن کلا هیچ لایف هکین، هیچ یعنی میان بری نداره. دیسیپلین داشتن به اینه که تو درک کنی و بفهمی که واسه رسیدن به هدف باید استمرار داشت. انگیزه خیلی کارآمد نیست. بعضی موقع هستا انگیزه بعضی موقع واقعا خوبه. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو انگیزه این کار داری، این کار هم خوبه، برو انجامش بده، چرا که نه. ولی یه چیز دیگه هم هست، دیسیپلین رو با عادت خوب اشتباه نگیر. یعنی چی؟
من 1 سال پیش، آره 1-2 سال پیش، وقتی میخواستم برم تو باشگاه، اصلا اینجوری بودم یه دست فرزن مینزی، اصلا نمیدونستم دنبل چی هست، جلو بازو چیه، پشت بازو چیه، اینا چی هستن اصلا. اون روزای اول یادمه که میرفتم واقعا عذاب بود، واقعا عذاب بود و خیلی سخت بود. اون موقع باشگاه رفتن میشد یه کار با دیسیپلین واسه من، ولی الان خودم تو خونه ورزشمو میکنم، باشگاه رو میرم، عشق میکنم با ورزشم. ورزش نباشه انگار مریض میشم، میدونی؟ وقتی یه همچین حالتی پیش میاد، اون کار دیگه کار با دیسیپلین نیست، بلکه یک عادت خوبه. چون دیسیپلین یعنی تو کاری رو نخوای انجام بدی ولی انجام میدی. وقتی تو بخوای یه کار رو انجام بدی و انجامش بدی، اونم هر روز، این تبدیل میشه به یه عادت خوب. یعنی اگه دیسیپلین داشته باشی، اون کاره میتونه تبدیل شه به یه عادت خوب و حتی این خیلی بهترم هست. فکرشو بکن، تو دوست نداری یه کار انجام بدی ولی انجام میدی، به هر حال با اینکه انجام میدیش ولی خیلی سخته واسه، چون دوست نداری انجام بدیش. ولی وقتی یه کاری رو با عشق انجام میدی و اون کار خفنیه، یعنی مثلا فکر کن کتاب خوندن، خب اون اولای من، یعنی 1-2 سال پیش، اولا که وارد راه توسعه شخصی شدم، اصلا کتاب نمیخوندم. کتاب خوندن عذابه. چرا؟ چون اسکرین تایم اینستام 5 ساعت بود، تلگرام 10 ساعت، خیلی جدی 10 ساعت تو تلگرام کسچخ. و دلیل اینکه این عادت ها رو ترک کردم، این عادت های بد رو، اینه که یه جا میرسی به خودت میگی چرا دارم این کار رو انجام میدم. خب تو اینستا میگردم، تو تلگرام میگردم، تهش که چی؟ آخر روز چی بهم اضافه میشه؟ آخر روز، آخر هفته، آخر ماه، آخر سال، 1 سالت تو تلگرام و اینستا به گاه میره. 1 سال اصلا وقت کمی نیست. تو 1 سال میتونی از این رو به اون روشی. خیلی 1 سال تایم خوبیه، پس الکی درش نده. حالا تو فکر کن یه کاری رو دوست داری انجام بدی و اون عادت خفنه، یعنی یه عادت خوبو با عشق انجام میدی. خب این سیر سودی پیشرفت تو رو 10 برابر میکنه. چرا؟ چون تو وقتی دیسیپلین داری، اینجوری که اوکی این کار رو نمیخوام انجام بدم ولی انجام میدم، پیشرفت قابل توجه داری، پیشرفت خفنی داری، چون مغز تو، احساسات تو خاموش کردی، رفتی تو کار. ولی وقتی یه کاری رو که عادت خوبیه با عشق انجام میدی، فکر کن علاوه بر این که عادت خفنه رو انجام میدی، حالت هم بهتره، حس خفنی داری، حس میکنی دنیا زیر پاته. این حس خوب خودش خیلی تأثیر میذاره توی زندگی آدم. نه؟ تو فکر کن یکی که مثلا از این ویدیوها رو دیدی تو اینستا، احتمالاً یارو با هودی میاد مثلا تناب میزنه و فلان و 100 تا شنا، پوشاپ، اینا دیسیپلینه. ولی خب اون یارو میدونی یه بخشی تو زندگیش هست که واقعا میگه که آقا من دارم پاره میشم و باز با این حال انجام میده، ولی از درون آدم خورده میشه، چون کارهای سخت، کارهایی که نمیخوای انجام بدی عذابه، میدونی؟ واقعا عذابه. ولی تو فکر کن مثلا یه یارویی مثلا مثل دیوید گاگینز. خب حالا شاید بگین دیوید گاگینز عاشق دویدنه که اینجوری میدوه. نه، دیوید گاگینز گفته که من تنها دلیلی که میدوم اینه که دویدن کاریه که از همه بیشتر متنفرم ازش، همون دیسیپلینه. یعنی دیوید گاگینز بهترین و بیشترین و قویترین نقطه ضعفش رو پیدا کرده و روی همون فوکوس کرده و یه جوری
اینو انجام میده که دویدنه، یه جوری انجام میدتش که انگار عاشقشه. 200 کیلومتر مسافت کمی نیست، ماراتون های 200 کیلومتری میدوه. چرا؟ خب چون به این باور رسیده که اگه میخوای زندگیت رو، افسار زندگیت رو بگیری به دست، باید از همین عادتهای کوچولو شروع کنی، از همین کارهای کوچولو. کاری که دوست نداری رو پیدا کن، هر روز انجامش بده، هر روز انجامش بده، هر روز هر روز هر روز. کارهای دیگه تو چشمت کوچیک میشه، کارهای سخت دیگه اصلا واسه سختی معنایی نداره، چون سخت‌ترین کاری که میتونی رو انجام میدی هر روز، با اینکه نمیخواد، با اینکه عذابه، ولی بازم انجام میدی. این ذهن تو رو یه خصلتی که ذهن ما داره، وقتی بهش غذای خوب بدی به همون نسبت خفن کار میکنه واسه. ولی اگه هر چقدر بری تو اینستا، تو تیک تاک سکرول کنی، نمیدونم مطالب چرت و پرت تو یوتیوب ببینی، مغزت هم خب میگه اوکی تو داری به من فست فود میدی، منم یه ذهن کثیف چرت و پرت چاق واسه درست میکنم، یه همچین تصوری بکن. ولی تو فکر کن ذهنت مثلا خوابش اوکیه، غذاش اوکیه، ورزشش اوکیه، تغذیهش اوکیه، اینایی که میگم همش این چیزاییه که به ذهنت اضافه میکنی. این بار علمیه، این تجربه هاست، این کتاب خوندن هاست، این غذای خوب خوردن هاست، این خوب خوابیدن هاست، این نونم مطالب کسشر ندیدن هاست. این غذای خوبه واسه مغز و مغز به همون نسبت واسه خوب کار میکنه. موفق ترین آدمای دنیا نمیرفتن روزانه 5 ساعت تو اینستا، 5 ساعت تو تلگرام کس شهر نمیزدن. چی کار میکردن؟ کار میکردن، سرشون رو مینداختن پایین، فقط کار میکردن. این ذهنشون رو قوی کرد. واسه اینی که الان اینا میلیونر بیلیونرن، دلاری، بیلیون دلار. فکرشو بکن. اگه به ذهنت غذای خوب بدی نتیجهش رو هم میگیری، اگه به ذهنت غذای بد بدی نتیجهش رو هم میگیری.